سلام و درود همدیاران نازنین. سعیده عبدالله‌زاده هستم با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های حکایاتی از گلستان در خدمت شما عزیزان می باشم. صدای ما را می شنوید از استودیوی رادیو مهر، صدای فرهنگ و اجتماع. حکایاتی از گلستان با تهیه کنندگی مدینه حیدرزاده و صدا برداری تدوینگری محمد حکیم تقدیم شما می شود. شنوندگان گرامی، امیدوارم برنامه موردی پسندتان واقع شود. از شما دعوت می کنم تا انتها همراه ما باشید. خدا را شکرگزاریم که به ما فرصتی دوباره داد تا با قرائت حکایتی از گلستان در کنار شما مهربانان باشیم. چه لذت بخش است گوش دادن به صدای طبیعت. فرقی نمی کند که آن صدای بلبل هنگام سحر باشد یا که صدای رعد و برق و باران یا شاید صداهای چرچرک‌ها در آرامش شب. فرقی نمی کند که تو در کویر پهناور با آسمان پرستاره اش باشی و یا در عمق جنگل ها و یا شاید در کنار ساحل زیبای دریا با موج خروشانش. همه یک چیز است و آن شنیدن قدرت الهی. خیلی وقتها می شود که انسان با مشاهده طبیعت و نشانه های آیات خداوند به اصل خود بازگردد و بار دیگر فطرت خداجوییش زنده و پویا شود. دوستان عزیز، در این قسمت شما را با شنیدن حکایت امروز دعوت می‌کنیم. با ما همراه باشید. حکایت یاد دارم که شبی در کاروان همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه خفته. شوریده که در آن سفر همراه ما بود نره برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند. از درخت و کپکان، از کوه و غکان در آب و بهایم در بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغ به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش یکی از دوستان مخلص را. مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش.
همراهان گرامی، اگر تا اینجا برنامه ما موردی پسند بود، ما را به دوستانتان معرفی کنید و در یوتیوب کانال رادیو مهر آبونه شوید و یادتان نرود که زنگولچه را بزنید تا پادکست ها و برنامه های جدیدی ما را در روزهای آینده بشنوید. همون طوری که می دانید تمامی هستی تسبیحگوی خداوند هست، از کوچکترین موجودات گرفته تا بزرگترین و غلپیکرترین آنها. براستی دور از ادب و انصاف است که انسان که اشرف مخلوقات نام گرفته است از یاد خدا غافل بماند، در حالی که خداوند تمامی هستی را رام و مسخر او گردانیده است. در این باره سعدی بزرگوار در دیباچه گلستان سروده است: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نان به کف آری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. نکته دیگر این که انسان به شدت به دنبال آرامش یافتن است. معمولا پزشکان و روانشناسان به کسانی که دچار افسردگی و ناآرامی و اضطراب شده اند توصیه می کنند که به سفر روند و با دیدن طبیعت روح و روانشان را تازه و شاداب گردانند. برخی از طبیبان نیز معتقدند که ساحل دریا و صدای موج در سلامتی دل انسان تأثیر بسیار خوبی می‌گذارد. به نظرم حکایتی که امروز با هم مرور کردیم یکی از زیباترین نوشته‌های شیخ سعدی است. براستی که ذره ذره طبیعت قدرت و عظمت پروردگار است. دوستان و شنوندگان محترم برنامه حکایات از گلستان، از اینکه تا پایان همراه ما بودید نهایتی سپاس را داریم. با آرزوی سلامتی و شادابی برای هر یکتان شما را به خدای منان می سپارم. خدایار و نگهدار. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org